همین بحثی چند عصره رو بگیره نوسکی یهودیو در ماه کشتی که هونی قچشتگی رو به 100 سال ما بحث نوسک کردیم. اصلا هر چیزی که مثلا امروزه مثلا نمی چیزی که میبرویا مثال تمام نمود شکلات کمپیچی نباشه آب باشه همینجا در تنش ادریس شمسته. بعد در همونجا ترکیباتش هست ترکیباتش هست نه ترکیبات یا مثلا باروس میگه سستاوش مثلا با روغن شکر دیگر اگر در سستاوی همه چیزای بخیریم یگون چیزی حرام باشه مثلا گوشتی خوب روغن خوب یگون چیز باشه حرامه. انا که ما و شما بگردیم بینیم سستاوی نوسه در همین نوس سستاوش چی داره؟ یک چیزی حلال داره یگون چیزی حلال داره خاکستر داره. خاکستر چیه؟ حرامه. آهک داره حرامه. خاکستر هم مضره در سلامتی ارگانیسم. آهک هم میزنه همه تا میسوزونه. آهک حرامه. خاکستر حرامه. بعضیش چیزای مثلا همین داروی اسپاکایی فیل دیمیدرول و بعضی نکسترو میده میکنن میپوشن. با بالای قریب 90% آدما رو ما شنیدگیم بعضی هم نوستر میکردگی و با غیر با دیگه چیزا خوش میکنن. فهمیدین البته در همون بالای همون تیار کردگی خمیره امروز چی میکنن بعد همون بچه هکوش حتی دختروش و بعدش زنش همونجا بعد او میپوشن اوشتشونن در همون نوز این جای مثلا دروغ نیست. حتی آدمی هسته که میگه من خودم چند بار اشتراک کردگیم در همون جای تیارش میکنه چند بار رفته بلویم داد پروندگی انا حکمی چی میشه؟ حکمش باید چی میشه؟ در همین سستاوش یگون چیزی حلال نداره همه سستاوش حرامه. دیگر همین که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میگه که خاموش باشید. در حدیث پیامبر میگه که التعطر و سواک عطر زدن خوشبویی زدن مثلا آدم عطر میزنه دیزه دارن میزنه دوخی میزنه خوشبو میکنه خودش تازه میکنه میشوه تعطر میگه نمیره. و سواک دندانا را شوشتن مثلا دندانا را پاک کردن مسواک کردن استوماتولوژ امروزه میگه که 2 بار سحر بعد خوب خیستن بیگه بعدی از همه. پیامبر میگه 5 بار استوماتولوژ اگر 2 بار بگه پیامبر 5 بار میگه لولا اشق علی امتی لعمرتهم بالسواک عند کل صلات. اگر بر امتی ما مشقت نمیشید من امر میکنم 5 وقت نماز دندانا را مسواک بزنید. حالا که ناس چی است؟ تماما بر مقابل همی است. بوی بد داره افلوسه دهنه که میگه مسواک بزنید کمک با همین مسواک خودش 25 فضیلت داره. این زبنوی پسته و شدکنه مسواک اصلی در وطنهای ما میشه از شما رو نمیدونم میشه آورده همون مسواک شو با تای گردوده سنگ گرده رو میریزونه بوی دهنه نیست میکنه کمکو رو مستحکم میکنه ملائکه خشنود میشون ثواب مینویسونن نوری چشمه زیاد میکنه شهوت زیاد میکنه 25 فضیلت داره مسواک. این مسواک چوی خدمت انا وقتی که نوس پرتاب چی هست که هم بر مقابل عطر زدن هم بر مقابل مسواک کردن. بعد اگر به شرطی که حلال میشید همینجا میوردن دسترخوان رو میکشیدیم حلال میشید حالا که در دسترخوان هم میرم بعد دیگر همی که هم میکشش بعد در کجا توفش میکنه عادتا هم توالت دمی داره هم یک پرتت در دهنش دارم بشینه کیف کرد بعد همه درونده توفش میکنه حرامه تورتونه میشکنه. انا در باب تورات چه بسیار مثلا ملو میگن که یگون دلیل نیست برای شکستنش. مثلا این نوع که بعداً اومدگیه اصلا این میراث مغول اومدگیه منگول اومدگیه مدنیت ما و شما مسلمانون نیست نوس کشی از اول اومدگیه این اصلا پیشتر همین نوسوار میگن نسوای میگفتن در دورای فرعونای بخارا بود
نوس اصلا در بنی میکشیدن دهن دنی همین بنی در میگرفته در پاتیوی بنیش میکشیدن تمیش خیلی اکرد همی تاور تیزی همون میزد دیگه اقسام میزد و با همون اکبویو که راحت میکرد برای همون نوسش میگن نوس بنی نمیگن انا بعد در مردم ما که اومد دیگه بنی در قنوات نکن دهن در و بعضی جایی دیگه در شنیده طبیبا که برای گیمرهای باید تحمیل اون رو طهارت شکستن نکرد طهارت شکستنش دلیلش کتاب در نیست در کتاب نوس نیامده است شکننده بزرگی جو نیست در کتاب دینی فقط دلیل همین است که وقتی که آدم نوس کشید همین کمکو رو آهک میزنه زمین رو سس میکنه تیزی هستی بعد طهارت که میکنه بسیار جواب بکنه همین کمکو بعضی آدم ها همین اندک شده کردن خون میوید همین اگه چیز زنش خون میاد توف کنه خون میاد اون نوسکش وقتی چیزی تیز میپرده وقتی این تا که فوچیده که توفش میکنه همون ویخوی دندون خون میبره و زردا و خون وقتی که از آدم خارج شد طهارتش میشکنه برای طهارت کنه بعد نمازش بخونه حتی اگر ملایموم مسجد حق داره که ببینه در برش نوسه یا نوس کشیدگی مسجد حق داره که بیرونش کنه یک سیره که چیسناکه که حلاله حبوبتیه کلی چیسناکه ببین همین قدر دوروی هسته که پیامبر میگه کسی خورده باشه با مسجد ما نزدیک نشود در مسجد داخل فلا تقریبا نه قریب نشه در مسجد ما یک چیزی حلاله وقتی که از حلال بو میکنه پرهیزه که اذیتش در یک کس نرسه نوس هست که جو هم حرامه هم طهارت میشکنه شما اینه که در مسلمان زیبنده نیست این چیزی افلاس است صرف کردن هم اسرافه هم افلاس هم بی‌مدنیتی هست هفتگی در دهنش گرد میزنه و هم بسیار گرد دادیسن 4-5 کسی باید ایش در پیش توف میکنه و در پیشش کنه همین بسیار یک کاری بده مسئله سه سوال دیگه مونده مسئله سر و لباسی پوشیدن زنها در روسیه انشاءالله سر لباسی که مثلا در همین ملکوی روسیه زنهای ما و شما میپوشن همین پوشاندن شرط هست حقی دیگه او رنگی مثال آوانستان اوری دیگه او تاری چیه نه اوری قانون رو در سرش بکشی و پیشی خیلی امکانیت نداره او را بد میبینن این مردم بد نه دم خود ما بد میبینن او اینجا او سبیسته یا مثلا اکثر مسلمان نیسته همه مثلا میپشونن شبکای هسته که این قدای را دمیزو زنو این شبکه داره تریپشونه گوشوشه همه شما میپشونن فقط روش میتوه خب ایسه پشوندگی تو ایجاره بود پی شبکه داره همه پشوندگی اگه مشکل داره خد همه عضوش نتوه مثلا خیلی زیاده بازی در این زمیستان مسلمان غیر مسلمان هم سطر حجابه اگه عضوش نمیتوه لیکن در تابستان هم که باشه کلفش تو مثلا همین باندی دستش دراز کنه ایزورش دراز کنه بسیار یکون شبکه یکون چیزا که موهش نتوه یکون مشکل دیگه نداره یا مثلا بعضی سویترو از تو تا قطقش همی پیشونه همین را سطر کنن همونش خوندن بیده یکون دیگه باقی نیست مسئله همین سر و لباس برادر عزیز آیت قرآن هم سوره احزاب میگه